امروز میخوام یه فیلم کمدی درام از سال 2019 با عنوان جوجو ربیت یا جوجه خرگوشه رو به شما نشون بدم. یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا به محض انتشار ویدیو اولین نفر با خبر بشین. حواستون باشه که اسپویلر پیش داریم. شهر خیالی فالکنهایم، جایی که آلمان نازی شروع به فروپاشی میکنه. جوجو پسر 10 ساله‌ایه که آدولف هیتلر رو دوست خیالی خودش کرده. اون یک ناسیونالیست واقعی و یک متعصب به آرمان‌های نازی و مشتاق برای جنگ و کمک به کشورشه. به همین دلیل اون همراه دوستش یورکی به جون ولک، بخش جوان هیتلری میپیوندن. اونا تمام آخر هفته رو توی اردویی که توسط کاپیتان کلنزدورف و فرمانده دوم اون فرندی فینکل و فرولین رام مسئول لیگ دخترای آلمانی اداره میشه میگذرونن. اونا قبل از اینکه بچه‌ها رو برای تجربه فعالیت‌های مختلفی مثل پرتاب نارنجک، نقش خونی و دفاع ببرن، بهشون لباس و خنجر مخصوص میدن و همچنین به دخترها پانسمان زخم، چیدن رخت خواب و اینکه چجوری باید بچه دارشن رو یاد میدن. جوجو توی فعالیت‌هایی مثل توصیف یهودی‌ها و سوزوندن کتاب به خوبی عمل میکنه، اما وقتی نوبت به نبرد تن به تن میرسه اون میترسه و یواشکی فرار میکنه و توجه پسرای بزرگتر به اون جلب میشه. وقتی زمانش فرا میرسه که کشتن رو یاد بگیره، نوجوانای اونجا میبینن که جوجو چقدر مردده و خرگوش رو بهش میدن و ازش میخوان که خودش رو نشون بده. جوجو قسم میخوره که نمیترسه، اما هنوز نمیتونه خودش رو مجبور به این کار بکنه. بنابراین سعی میکنه خرگوش رو رها کنه. با این حال پسر نوجوان قبل از فرار اونو میگیره و خودش کارش رو تموم میکنه. اونا جوجو رو مسخره میکنن و از اونجایی که مثل خرگوش ترسیده، اونا با صدا زدن جوجو خرگوشه اونو ناراحت میکنن و باعث میشن که به سمت جنگل بدوه. در حالی که روی تنه یه درخت نشسته و گریه میکنه، هیتلر خیالی ظاهر میشه و بهش میگه که خرگوشا واقعا شجاعن. اونا هر روز توی طبیعت بیرون میرن و برای گرفتن هویج باید یواشکی اقدام کنن تا گیر نیفتن. جوجو که تشویق میشه خرگوش قدرتمندی باشه، به کمپ برمیگرده، جایی که کلنزدورف به بچه‌ها پرتاب نارنجک رو آموزش میده. جوجو از کنار اون رد میشه و نارنجک توی دستشو میدزده و به سمت جنگل میده و نارنجک رو چنان پرتاب میکنه که دوباره روی پای خودش فرود میاد و منفجر میشه. جوجو بیهوش میشه، اما چیزای مبهمی از افرادی که اونو به بیمارستان رسوندن داره. مادرش روزی بتلر به دیدن اون میره و چند روز بعد توی اتاقش از خواب بیدار میشه و اولین چیزی رو که متوجه میشه لنگی پا و دوم زخمایی که روی صورتش شکل گرفته. مادرش میاد تا حال اونو بررسی کنه و بعد اونو بغل میکنه و بهش یادآوری میکنه که حتی اگه پدرش رفته اون پیش جوجو میمونه و همیشه حواسش بهش هست. روزی بعد از اینکه اونو مجبور میکنه یونیفرمشو بپوشه، جوجو رو به دفتر مرکزی جون ولک برمیگردونه، جایی که کلنزدورف رو میبینه که به طور عجیبی به فینکل غذا میده. کلنزدورف قبلا به دلیل سهلنگاری تنزل رتبه گرفته، اما روزی با زانواش میزنه توی شکم اونو، بعدم یه سیلی محکم بهش میزنه. کلنزدورف قول میده که جوجو رو برای کاری قرار بده و باعث بشه اون خودشو کسی بدونه. جوجو وظیفه نصب پوسترهای تبلیغاتی توی سطح شهر رو داره. یه روز بعد از ظهر هنگام کار کردن مادرش رو میبینه که به گروهی از مردم خیره شده که در میدان عمومی به دار آویزون شدن و وقتی جوجو ازش میپرسه که چیکار کردن، پاسخ میده که چه کاری میتونستن بکنن. وقتی به خونه برمیگرده مادرش نیست و با شنیدن صداهایی که از اتاق خواهرش میاد عصبی میشه. اون برای بررسی وارد اتاق خواب میشه و یه علامت عجیب رو روی زمین پیدا میکنه که از دیوار بالا میره. بنابراین چاقوی خودش رو داخل فرو میکنه و موفق میشه قسمت ساختگی دیوار رو باز کنه. فضای پشت دیوار وجود داره که جوجو بتونه وارد شه و چیزای مختلف و اطرافش میبینه. در آخر اون با پیدا کردن دختری به نام السا کور شوکه میشه و اونو از اونجا بیرون میاره، در حالی که داره فریاد میزنه و ترسیده به سمت در میدوه. اما السا جلوی در جوجو رو میگیره و به دیوار هل میده و خنجرشو بهش نشون میده و اعتراف میکنه که یهودیه. اون اونجاست چون روزی اونو توی خونه راه داده و بهش پناه داده و اگه جوجو درباره اون به کسی بگه، السا جوجو و مادرشو لو میده که باعث میشه اونا هم کشته شن. جوجو با عجله به اتاقش میره و گزینه‌های خودشو با هیتلر خیالی در میون میذاره. وقتی به نتیجه میرسه که باید مذاکره کنه، یک چاقوی آشپزخونه و یک قابلمه برای محافظت برمیداره و به اتاق خواهرش میره تا به السا بگه که یه جای دیگه برای زندگی کردن پیدا کنه. اون دوباره میترسه، اما وقتی از پشت اونو غافلگیر میکنه، چاقوی آشپزخونه رو میگیره و اونم از اتاق بیرون میکنه. جوجو دوباره با هیتلر خیالی درباره مسائل صحبت میکنه و اونا به این نتیجه میرسن که السا باید احساس امنیت کنه. وقتی روزی برمیگرده، جوجو بهش میگه که صدایی از طبقه بالا شنیده، اما اون بهش میگه که حتما موش بوده. بعد از اینکه جوجو رو به رخت خواب میبره، سراغ السا میره تا بهش بگه که باید بیشتر مراقب باشه، به خاطر اینکه اگه اتفاقی بیفته نمیتونه اونو به جای پسرش انتخاب کنه. و همچنین به السا یادآوری میکنه که تا زمانی که حداقل یک نفر یهودی در اونجا زنده بمونه، هیتلر در حال شکست خوردنه. روز بعد جوجو به استخر میره و متوجه میشه که کلنزدورف و فینکل اونجا کنار هم نشستن و از روزی میترسن. بعد از رفتن مادرش، جوجو به اونا نزدیک میشه و از کلنزدورف میپرسه که اگه یک فرد یهودی رو پیدا
کردیم باید چیکار کنیم و همچنین چجوری یه فرد یهودی رو شناسایی کنیم. کلنزدورف میگه که اونم نمیتونه بشناسه و یکی باید درباره اون کتاب بنویسه. جوجو وقتی به خونه میرسه سعی میکنه دوباره با السا صحبت کنه. اون بهش میگه که در ازای دریافت اطلاعات درباره یهودی‌ها به اون اجازه میده که اونجا بمونه. بنابراین اون میتونه یه کتاب افشاگری درباره یهودی‌ها بنویسه. السا میپذیره و میگه که یهودی‌ها افرادی هستن دقیقاً شبیه اون، اما جوجو حرفشو باور نمیکنه و میگه اونا شیاطین پول دوستن که به غذا حساسیت دارن. اون شروع به توضیح این میکنه که نژاد آریایی برتره و قوم یهودی ضعیفن. السا جوجو رو میگیره و دهنشو با دست میبنده و اونو تکون میده و بهش توضیح میده که ضعیف نیست و در مورد اینکه یهودی‌ها ضعیف نیستن میگه و به مخفیگاهش برمیگرده. وقتی روزی برمیگرده قبل از ریختن شراب و پخش موسیقی چیزایی رو توی شومینه میسوزونه. اون بسیار خوشحاله به خاطر اینکه متفقین ایتالیا رو گرفتن و فرانسه جای بعدیه که میخوان آزاد کنن. جوجو به خاطر مخالفت با کشورش با اون بحث میکنه و بنابراین روزی مکالمه رو کوتاه میکنه و بهش میگه که غذاشو بخوره. فکر میکنه که اگه باباش اینجا بود میفهمید. روزی کت شوهرشو میپوشه و ریششو با خاکستر روی صورتش میکشه تا جوجو رو به خاطر اینکه با مادرش اینطوری صحبت میکنه رو سرزنش کنه. با استفاده از صدای شوهرش از اون میخواد که ازش مراقبت کنه به خاطر اینکه اون همینو گفته بوده و بعد صدای موسیقی رو زیاد میکنه و جوجو رو وادار میکنه تا با اون برقصه. روز بعد جوجو یک مداد و کاغذ به السا میده تا جایی که یهودی‌ها زندگی میکنن رو بهش بگه و بگه که زنای یهودی کجا تخم‌گذاری میکنن. السا شروع به طراحی میکنه اما از پاسخ دادن به سوالات مربوط به خانواده خودش امتناع میکنه. با این حال اون درباره نامزدش ناتان که در حال مبارزه با مقاومت میگه و بعد تصویری رو که کشیده به جوجو نشون میده که سر خودشه به خاطر اینکه یهودی‌ها اونجا زندگی میکنن. جوجو ایده‌ای پیدا میکنه و نامه‌ای رو برای السا مینویسه و وانمود میکنه که ناتان نامزد اونه. توی نامه از السا جدا میشه و نامه رو برای السا میخونه. واضحه که حرفشو باور نمیکنه اما شنیدن چنین چیز وحشتناکی که توی نامه نوشته شده از طرف نامزدش اونو آزار میده و اون با عجله به مخفیگاهش برمیگرده و با دیدن ناراحتی اون حس انسانیت توی جوجو بیدار میشه و از کار خودش پشیمون میشه. به خاطر همین نامه جدیدی مینویسه که ناتان میگه که آخرین موردی که گفته درست نیست و هنوز هم اونو دوست داره. السا ازش تشکر میکنه و میخواد که در آینده نامه‌های بیشتری رو برای اون بیاره. اونا یه بازی میکنن که هر کسی فرد مشهورتری رو بتونه نام ببره برنده بازی میشه. مدتی بعد جوجو و روزی برای قدم زدن به رودخونه میرن و روزی به اون میگه که قبلا این منطقه چقدر متفاوت بوده. مردم همیشه اونجا بودن و میرقصیدن و از عشق لذت میبردن. جوجو به اون نگاه تحقیرآمیزی داره و روزی همچنین فکر میکنه که بچه‌ها نباید در مورد سیاست بحث کنن. اونا باید بازی کنن و از درخت بالا برن و همه باید به نشانه آزادی برقصن. جوجو به این موضوع هم تحقیرآمیز نگاه میکنه و سوار دوچرخه میشه و روزی اونو دنبال میکنه. وقتی به جاده میرسن کامیونی از سربازا رو میبینن که به خونه برمیگردن و غمگین و شکست خورده به نظر میرسن. جوجو هم با روحیه بد و خسته‌ای به خونه برمیگرده. السا سعی میکنه با گفتن داستانای فانتزی و مضحک درباره مردمش حواس اونو پرت کنه. جوجو شروع به گرم گرفتن با اون میکنه و از همراهیش لذت میبره. کیتلر خیالی بعدن اونو به خاطر این کار سرزنش میکنه و بهش میگه که مغز آلمانیش نباید پرت اطراف بشه. بعد از اینکه به خواب میره روزی مدتی رو با السا میگذرونه و بهش میگه که از بودن اون و بزرگ شدنش خوشحاله به خاطر اینکه اون نمیتونه با دخترش که مرده این کارا رو انجام بده. روز بعد جوجو به دفتر مرکزی جون ولف میره جایی که کلنزدورف و فینکر رو میبینه که با دماغشون دارن همو لمس میکنن و تنش آشکاری بین اونا وجود داره. جوجو به اونا میگه که داره درباره یهودی‌ها یه افشاگری مینویسه اما اونا بهش میخندن و بدون اینکه باور کنن واقعی باشه کلنزدورف تصمیم میگیره طرحهایی رو که برای یونیفرم خودش و فینکل ساخته رو که خیلی پرزرق و برق رو به اون نشون بده و به جوجو یک وظیفه جدید میده. اون باید وسایل قراضه جنگی رو جمع‌آوری کنه. جوجو در حالی که با لباس یه ربات توی شهر راه میره مادرش رو میبینه که در حال پخش آگهی‌های کوچیک ضد نازیه و همچنین با یوکی که به عنوان سرباز پذیرفته شده ملاقات میکنه. وقتی جوجو بهش میگه که یک فرد یهودی رو اسیر کرده یوکی پاسخ میده که یکی رو توی جنگل دیده ولی نمیدونه که موضوع چیه و چرا اونا رو میکشن. جوجو درباره اون فکر میکنه و به محض بازیش به خونه میره پیش السا و چند تا مداد رنگی رو که پیدا کرده بوده رو بهش میده اما بهش یادآوری میکنه که دوستی یک نازی و یهودی غیرقانونیه. السا اشاره میکنه که اون واقعا نازی نیست به خاطر
خاطر اینکه بهش صدمه‌ای نزده و فقط یه بچه تنهاست که سعی میکنه جایی رو برای خودش پیدا کنه. السا متوجه میشه که خیلی کثیف شده و جوجو بهش اجازه میده که برای حموم کردن اتاقو ترک کنه و حتی تعدادی از لباسای خواهرش رو به اون قرض میده. اونا میخوان شام بخورن که یک نفر درو میکوبه و بعد از اینکه به سمت مخفیگاهش میدوه، جوجو درو باز میکنه. گروهی از افسران گشتاپو به رهبری هرمان دیرتز و بلافاصله بعد از اونها کلنزدورف و فینکل وارد میشن. گروه گشتاپو فوراً جستجو رو شروع میکنن تا هر گونه فعالیت مشکوکی رو پیدا کنن. دیرتز از جوجو میپرسه که چرا مادرش تمام روز خونه نیست و چرا یونیفرم اون چاقو نداره. السا وارد میشه و وانمود میکنه که اینگه خواهر جوجوه. اون بهشون میگه که اون چاقو رو برداشته به خاطر اینکه برادرشون رو اذیت میکرده. بنابراین گشتاپو میره تا اتاق اون رو بگرده. دیرتز هنوز به اون مشکوکه، پس مدارکش رو میخواد. السا شناسنامه اینگر رو از کشو بیرون میاره و به کلنزدورف میده. اون تاریخ تولدش رو ازش میپرسه که السا درست حد میزنه و کلنزدورف اونو ول میکنه. اما دیرتز وقتی کتاب افشاگری جوجو رو پیدا میکنه، حرفش رو قطع میکنه و به روشی که یهودی‌ها رو باید بکشن و اونا رو اهریمنی نشون داده میخنده، در حالی که برای کلنزدورف خیلی سرگرم کننده به نظر نمیرسه. السا زمانی که به بخشی میرسن که توی اون جوجو انواع راهها برای مرگ نیتان رو کشیده بسیار ناراحت میشه. گشتاپو چیزی پیدا نمیکنه و اونجا رو ترک میکنه. کلنزدورف بعد از دادن شناسنامه و چاقوی جوجو به السا میره و السا متوجه میشه که تاریخ تولد توی شناسنامه با اون چیزی که گفته فرق میکنه، به این معنی که کلنزدورف تمام مدت داشته به اونا کمک میکرده. جوجو اشاره میکنه که هیچ کس واقعا نمیدونه که اینگه مرده، بنابراین السا میتونه تظاهر کنه و معمولی زندگی کنه. اما اون از محتوای کتاب بسیار آزرده شده و به جوجو میگه که نمیتونن با هم دوست باشن. هیتلر خیالی تلاش برای دوستی با السا رو میبینه و سر جوجو فریاد میزنه و میگه که اولویتاشو مشخص کنه. جوجو در حالی که برای خرید بیرون میره، روزی رو توی میدان عمومی آویزون به چوبه دار میبینه. اون محکم به پای اون میچسبه و بلند گریه میکنه و بعد از ساعت‌ها خیره شدن به جسد با چاقوی توی دستش به خونه برمیگرده و السا رو مقصر مرگ روزی میدونه. اون آماده است که به السا چاقو بزنه، اما السا به موقع جلوی جوجو رو میگیره. وقتی دوباره شروع به گریه کردن میکنه، السا دلش به رحم میاد و اونو دلداری میده. اون توضیح میده که همیشه میدونسته که روزی بخشی از مقاومته و اگرچه اون جزئیاتو نمیدونه، ولی پدر جوجو برای مقاومت میجنگیده. اما روزی برعکس بهش میگفته که این کارو نکنه و اعتراف میکنه که والدینش برای کار اجباری به اردوگاه برده شدن. بنابراین هر دو فقط همدیگر رو دارن. جوجو شروع به رفتن به خیابون برای پیدا کردن غذا میکنه و از سطلای زباله غذا جمع میکنه و هر روز متوجه تخریب شهر میشه. جوجو و السا روتین رو با هم شروع میکنن، یعنی با هم غذا میخورن، نامه‌های جعلی ناتان که جوجو مینویسه رو با هم میخونن و از زمانشون لذت میبرن. یه روز زمانی که متفقین با سوء استفاده از خودکشی هیتلر حمله رو شروع میکنن، شهر وارد یک هرج و مرج میشه. جوجو با یورکی روبرو میشه که در حال حمل سلاحه، به خاطر اینکه ارتش اونقدر از هم پاشیده شده که مجبور به فرستادن سربازای بچه است. جوجو بهش میگه فرد یهودی که دستگیر کرده بود الان دوست دختر اونه و نگران رابطه شونه که غیر قانونیه. یورکی بهش میگه که با روس‌ها و ژاپنیا ملاقات کرده و اونا از یهودی‌ها خیلی بدتر بودن. رام اونا رو پیدا میکنه و بعد از اینکه یورکی رو با تفنگ بیرون میفرسته، یک ژاکت یونیفرم به جوجو میده تا تصادفاً کنار اونا بهش تیراندازی نشه. یه دفعه بمبی توی منطقه منفجر میشه و جوجو در حالی که نظاره‌گر دعوای بین پیر و جوون و بچه است و حتی کلینزدورف و فینکل که با لباسای پرزرق و برقشون اونجا هستن رو میبینه، سرگیجه میگیره. اون خیلی ترسیده که بخواد بجنگه، به خاطر همین توی یه ساختمون متروکه پناه میگیره تا زمانی که همه چیز آروم بشه و بعد بیرون میاد و میبینه که آمریکایی‌ها پرچم نازی رو برمی‌دارن و پرچمای خودشون رو جایگزین کردن و دارن پیروزیشون رو جشن میگیرن. سربازای شوروی هر نازی رو که میبینن، از جمله دیرتز و بقیه گشتاپوها رو میگیرن و با دیدن ژاکتی که جوجو تنشه اون رو هم میگیرن و میبندن. اون کلنزدورف رو میون زندونیای دیگه پیدا میکنه و بهش میگه که پسر خوبیه و باید از خواهرش مراقبت کنه و قبل از اینکه کتشو در بیاره به اون توف میکنه و اونو یهودی خطاب میکنه تا سربازا اونو ول کنن. جوجو فقط میتونه تماشا کنه که کلنزدورف رو میبرن تا توسط یک جوخه تیراندازی اعدام بشه. توی راه خونه جوجو یورکی رو پیدا میکنه که داره برای دیدن مادرش میره. وقتی به این اشاره میکنه که دوست دختر جوجو حالا میتونه آزاد باشه، جوجو از این فکر که السا ترکش کنه به سرعت هول میکنه و به سمت خونه میره. اون تصمیم میگیره به السا دروغ بگه که آلمان توی جنگ پیروز شده تا اونجا رو ترک نکنه. اما بعد از مرور کتابش و دیدن نقاشی‌های مادرش و خرگوش توی قفس، یه نامه جعلی دیگه از طرف
ناتان مینویسه و میگه که میخواد یواشکی اونو از شهر خارج کنه. السا اعتراف میکنه که ناتان سالهای پیش بر اثر بیماری سل کشته شده، اما از نامه اون تشکر میکنه. جوجو اعتراف میکنه که عاشقانه اونو دوست داره، اما میدونه که السا مثل یک برادر اونو میبینه و اونو دوست داره، به خاطر همین با این نظرش موافقت میکنه و میخواد کمک کنه تا در هر صورت فرار کنه. هیتلر خیالی از این بابت از اون ناامید میشه و سعی میکنه متقاعدش کنه که نظرش رو تغییر بده، اما جوجو بالاخره مقابل اون میسته و از پنجره اونو بیرون میکنه. السا برای بیرون رفتن مردده، اما جوجو اونو تشویق میکنه تا وقتی که از در عبور میکنه و در همون لحظه ماشینی با پرچم آمریکا رد میشه. بنابراین السا به جوجو سیلی میزنه که بهش دروغ گفته و تصمیم میگیرن برای جشن گرفتن آزادی برقصن. یادت نره که منو سابسکرایب کنی.